از 450 لایحه‌هایی که برای ساختمان انشاءات در شهر خوجند قطعه زمین جدا شده بود، در اکثریتش کارهای ساختمانی آغاز نشده است. در این باره صبح امروز سنه 13 ینور معاون وزیر تندرستی جمهوری تاجیکستان سمریدین الیزاده در جلسه جنبسته شهر خوجند معلومات داد. بنا به گفته‌ها طبق نقشه پیش‌بینی نموده مسئولین اداره ساختمان، گویا 70% کارهای ساختمانی در قطعه‌های زمینی جدا گردیده به انجام رسیده است. اما هنگام سفری وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جمالالدین عبدالله‌زاده به شهر خوجند معلوم گردید که در زمین‌های برای ساختمان انشاءات جدا شده تماما کارها آغاز نشده است و زمین جدا گردیده بیکار ایستاده است. با نقشه گفتشی شده است که مادامی ساختمان میشود اجرایش هم مونده اجرا شده است افاکتیست که اما ابک نیست کدر چه خیلی برای براده میاد کی جون ساختمان نه شما هم بدید نه آمدن من محترم وزیر تندرستی هم نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان برای سالگی در شهر خوجند اومدن با گروه پوری گشته یک تا بعد منم 400 چند تا ابک همش گشته دیدم تحلیل کردم بر اومدن نشون دادن که مادام اینجا گفتگی هستی که مادام فلان ساختمان رفتگی هست افاکتیست که زمین خالی است ساختمان چیزش نیست چقدر معامله در راه داده این سال 2018 است سال 2019 است این سال 2020 بعضی کمزوری باشد و پاندمی هم میگیم لیکن اینا در کاربری کردن و دیدن در کوچه که کمزوری که بود باید دیخل باید نباشد چقدر از کدام روز شما می‌نویسید که اجرا شده است لیکن اجرا شدگی نیست. مسئولین اداره ساختمان باشند این حالت را به پاندمی کرونا ویروس ربط می‌دهند. اما معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که در قطعه‌های زمینی 2-3 سال پیش جدا شده نیز ساختمان آغاز نشده است. مسئولین ساحه وظیفه‌دار شدند که تا جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان کاربری را در سمت بنیاد انشاءات پرزور کرده طبق لایحه‌های پیش‌بینی شده کارهای ساختمانی را به انجام رسانند. شما معامله با ساختمان کم چکل باید ما رو بدیم باید پاندمی نخیر خوب شده از پاندمی آنه که در بعض موردو نوشتگی است که اجرا شده است اینا شما نظرات کنید هر یک صفر یا رفتن که می نویسید یا با رفتن بینید کمیسیا شما در بردر ابیکتیو بدگی را یا با ریویزیا کنید نشکل روزی بودن محترم رئیس مومنید این چیکار مسئله سیستم رو گفتن یا با ریویزیا کنید دیدن برای فاکتیست که در حقیقت همین خیلی هست یا که نیست. مسئله مهمی دیگری که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت این حالت سانیتری بیمارخانه‌های شهر خوجند بود. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده ضمن سخنرانیش تاکید کرد که حالت سانیتری بیمارخانه‌های شهر نه آنقدر خوب است و سردختران بیمارخانه‌ها را وظیفه‌دار نمود تا در این سمت کارها را جانناک نموده حالت خوبی سانیتری و اپیدمیولوژی را به راه مانند. حدود بیمارخانه‌های و سردخترای بیمارخانه یک جابجا کردن در کار بیمارخانه یک به مثالی همونجا می‌دارید یک جای قدم‌مانی نیست یک جای ماشین جدا نموده بیمارخانه‌های ما امروز باید همچنین آسایشگاه شده نشده کار. بنا به گفته فردوس شریفزاده خوشبختانه امروزها در شهر خوجند بیماری سیرایتی کووید 19 به قید گرفته نشده است اما برای پیشگیری از آن وی به مسئولین مرکزی نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر تاکید نمود که مرکزهای خدمت رسانی بازارها و بیمارخانه و مکتب‌ها را پره از سنجش گذرانند. مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر نظارت بازارها مرکزهای خدمت رسانی بی‌ضررگردانی جدی کاربری کردند در کار. شکرانه که امروز در شهر خوجند کسری کووید 19 به قید گرفته نشده ایستاده است لیکن ما با کار کردن آماده کار همه طرفه باید که کاربری کردن آماده کار. دست به جنایت زدن نابالغان مسئله دیگری جلسه جنبستی بود. بنا به گفته فردوس شریفزاده دوام سال 2019 37 نفر نابالغان یعنی خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی جنایت صادر کردند. این شماره در سال 2020 نیز بی‌تغییر است. فعالیت مدیر شعبه معارف و دیرکتوران مؤسسه‌های تحصیلاتی به طلبات اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خوجند جوابگو نیست چون که به عقیده وی اگر آنها فعالیت خوب را به راه می‌ماندند سطح جنایت صادرکنی خوانندگان در شهر را به کمشوی می‌آورد. نظارت کنید شما همچون معاون سرپرست ساحه مدیر معارف دیرکتور مکتب‌ها راهبر صنف عیب است که امروز نابالغان جنایت صادر کنند.
در جلسه جنبسته شهر خوجند راهبری دستگاه رئیسی شهر، راهبران واحدهای ساختاری، مدیران شعبه و بخش‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند، رئیسان کمیته محله‌ها، نمایندگان ساحه معارف و تندرستی اشتراک کردند. در جلسه مذکور بجز از اجرا نشدن انشاءات‌های ساختمانی و دست به جنایت زدن نابالغان، اینچنین حجم استحصال کارخانه‌های صنعتی شهر، تأمین شهروندان با آب نوشابه تازه و دیگر مسائل‌ها مورد بررسی قرار داده شد. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.